ما کم خورد بودیم سابقا. کس از خارج می آمد تو یک دپ دوران داشت. تمی نظر ما می آمد تمی خارج امریکا و لندن و جرمنی. کسی که می آمد دیگه بلا تشبیه بهش رفت. دمیار ما آرزوش بودیم که ما چی وقت می رسیم. که ما یک زندگی داشته باشیم. ما محول شویم. ما سفید خوشبوی نمیکاو خیش عزت فرمد دیگه ایران بانی که دیگه چی کنی که زندگی لا متوجه شده نمیشه موقعی که مسافر هسته نمیشه که همون چیزی که تصور داشته میچه تا نیست. هر کدام چیزی که نه روز رخمی تا میبینی که بیخی برعکس همون تصورات ما بوده. چیزی که فکر خیالش که داشته میچه تا نبود. نه امریکایش نه لندنش نه جرمنیش. اونمو زندگیه که ساده و پیاده. نمیفهم شما هم تجربه‌تان بگوین برم. از شما هم تو بوده یا تنها من تو فکر میکنم. والا خارج مسافریش خو سخت است. شما اگه مامی که ناامید میشی چیزی که تصور داری و تو نیست. صبح تا شام کار کرده برو نه زن شویه میبینه نه شوی زن میبینه. اولادا همه تو مصروف. کل فامیل مصروف. هیچ کسی که دیگه خدا پیدا نمیتونه. شما بگوین کم شما هم تاین تجربه را داشتین یا ما هم تو تنها خدا در این قسمت تنها احساس میکنم که تو شریک بسازین.